دین مقدس اسلام نسبت علمهای دنیوی چی اندیشه دارد؟ آیت و حدیث ها در این باره چی میگوید؟ برای شما انشاءالله به قدر امکان شرح و توضیح میدیم. در دین مقدس اسلام علم قطعی نظر چی دینی هست چی دنیوی هست محمود و مطلوب است. محمود یعنی همه علم ها خوب است، سزاوار ستایش است. مطلوب است یعنی سزاوار است که طلب کرده شود. هم علم های دینی و هم علم های دنیوی و هر علم برای خود فضیلت خاص دارد. و خود علم چیست؟ بعضی علما میگن که اصل العلم ادراک الشیء علی حقیقته. اصل علم ادراک چیز طبق حقیقتش، یا اینکه و هو معرفت الشیء علی ما هو علیه. یک چیز را دانستن چه خیلی که هست. اگر کسی داند که مثلا پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه، این علم است، درست دانسته است. و در کتاب ورقات کلمه واقع هم هست، معرفت الشیء علی ما هو علیه فی الواقع. دانستن یک چیز خیلی که در واقع هست، یعنی با واقعیت و حقیقت درست بیاید. چیزی که یک آدم میداند اگر درست که آمد این علم است. و جهل مقابل معنای کلمه علم است، یعنی انتونیم علم جهل است. جهل تصور الشیء علی خلاف ما هو به فی الواقع. جهل تصور کردن یک چیز برخلاف آن چیزی که در واقع است. مثلا یک ورق سفید نشان میتیم، میگم که این چی رنگ است، میگوید سیاه است. یا اینکه نادرست تصور میکند. و این میشد گفت جهل. و جهل هم به دو تقسیم میشد، نادانی، جهل بسیط و جهل مرکب. علم ها به دو قسم تقسیم میشود، علم های دینی و علم های دنیوی. و تمام علم ها، خواه علم های دینی خواه علم های دنیوی، از جانب الله تعالی آمدگی است. سرچشمش آسمان است، از نزد الله تعالی آمدگی است. یعنی این مسئله را باید خوب دانست. بنابراین علم ها بعضی آن بعضی دیگر را مکمل میکند. و برای طالب علم، شخصیتی که دانشجوی هست، ضرور است که همه علم ها را جمع آوری کند، چون که علم ها بعضی دیگر را مکمل و پره میکند، علل خصوص علم های شرعی را. مسئله دیگر این است که آیا بین دین مقدس اسلام و بین علم دنیوی یگان نوع دشمنی یا بدبینی وجود دارد؟ هرگز وجود ندارد. برعکس آنها به هم علاقه خیلی زیچ دارند. شما نظر کنید به سرچشمه اول دین مقدس اسلام، منبع علم، مصدر اساسی علم در شریعت اسلام این کتاب قرآن است که کلام الله است، سخن الله تعالی است. شما به اسم قرآن نظر کنید، از کدام کلمه گرفته شده است. قرآن این ریشه کلمه قرأ یقرأ قراءتا، خواندن. خود قرآن مصدر است و معنای خواندن. یعنی دین مقدس اسلام کتاب اساسیش که قرآن کریم است، سرچشمه دین اسلام خواندن ترجمه میشد. و همین گونه اولین آیتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، این به همگان معلوم است که 5 آیت ابتدای سوره اقرأ بود. سوره اقرأ یعنی بخوان. ببینید امر الله سبحانه و تعالی از بالای 7 قبض آسمان، امر اولین پیش از آن که به نماز امر کند 10 سال و قول 12 سال پیش الله تعالی به خواندن امر کرد. پیش از آن که به روزه امر کند 15 سال پیش
الله تعالی به خواندن امر کرد. بسیاری احکام شریعت در مدینه منوره فرض شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد 13 سال پیغمبری به مدینه هجرت کردند. اولین آیت اقرا، بخوان، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام آن پروردگارت که تو را آفرید، تو را و دیگرها را، همه را. ببینید این ابتدای نزول قرآن است. مگر این شریعت، مگر این دین پاک، مگر این دین مقدس اسلام ضد علم است؟ این چونین در سوره قلم، یک سوره را به نام قلم مانده است. قلم این ادات علم، آلت علم. نون والقلم و ما یسطرون، سوگند یاد کرده است به قسم و به هر علمی که به واسطه قلم می نویسند. دلالت به شرف علم و بزرگی علم می کند. و کلمه علم در قرآن اطراف 100 مراتبه ذکر شده است، اما فعلهایش هزارها مراتبه. یعلمون، تعلمون. کلمه حکمت زیاده از 20 مراتبه. کلمه عقل که به واسطه علم می سبزد زیاده از 40 مراتبه در قرآن کریم ذکر شده است که اینها دلالت به اهمیت قرآن کریم به علم می کند.